السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک برادر سوال کردند، پرسیدند، خواهش کردند که برای گذشتگان کدام سوره، کدام آیت قرآن را بخوانیم و چه خیل در حق ایشان دعا کنیم. روز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از نزد یک قبرستان میگذشتند و از صحابه ها خواهش کردند ایشان برای رسول اکرم شاخ درخت را آوردند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دو تقسیم کردند و با دو قبر خلاندند و گفتند تا زمانی که همین شاخ ها تر هستند عذاب ایشان آسانتر خواهد شد. صحیح بخاری 218. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند سوره یاسین دل قرآن است و هر کسی که سوره یاسین را برای الله میخواند، قرائت میکند، الله مغفرت گناهش خواهد کرد. بخوانید سوره یاسین را با گذشتگانتان. الاموات معنای گذشتگان را دارد، نه معنای بیمارانی که مرنده هستند. یعنی که با ما و شما سوره یاسین را با بیمارانی که مرنده هستند قرائت میکنند. اما در این حدیث الاموات یعنی که معنای الاموات شخصانی که علاقه مردگی هستند دارد. طبرانی و دیگر علماها تصدیق الاموات معنای گذشتگان را دارد کردند. ابو داود 30:12، ابن ماجه 11:48 و نسائی 10:74 و در یک چند کتاب های دیگر هم هست. یعنی که این کتاب ها و رقم های حدیث که آمدگی است. از ابو هریره روایت شدگی است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگویند روز الله در جنت درجه یک بنده را بلند برداشت و این بنده پرسید خدای من، الله من، این اجر کدام عملی من باشد که تو درجه من را میبرداری؟ خداوند گفت فرزندی تو، پسری تو در حق تو دعا میکند، مغفرت میپرسد از من و به همین سبب من درجه تو را بلند برداشتم، قبول کردم من دعای بندم را، دعای فرزندی تو را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.